بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان، این مهمان اعلی قدر ما ماه رمضان که طول 20 روز مهمان خانواده من و شما بود، دارد کم کم با من و شما ویدا میکند و علکی روزهایی با شمار مانده است که این ماه از ما برود. و من هم خواستم در این صحبت کوتاه درباره کارهایی که من و شما باید در این دهه آخر رمضان انجام دهیم صحبت داشته باشم. حضرت عایشه رضی الله عنها میگویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم در 20 روز اول رمضان شبها گاه میخوابیدند، گاه نماز میخواندند، اما وقت دهه آخر داخل میشد پیامبر صلی الله علیه و سلم آستین برمیزدند و کمر میبستند به عبادت کردن. یعنی در دهه آخر خیلی و خیلی کم خواب میکردند و عبادتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در آخر ماه رمضان میکردند، علل خصوص در دهه آخر که در آن شبهای قدر انشاءالله وجود دارد، در آن 20 روز پیشترش نمیکردند. پس باید عبادت های من و شما هم در این دهه آخر از عبادت هایی که در 20 روز پیشتر انجام دادیم خیلی و خیلی فرق داشته باشد. علل خصوص پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی حضرت عایشه میگویند کمر میبستند به عبادت ها، بعضی علما میگویند حتی به همسران خود نزدیکی نمیکردند. یعنی کاملا در این 10 روز آخر از عالم و از آدم منقطع می شدن و فقط به عبادت پروردگار مشغول می شدن. و عبادت پروردگار در این دهه آخر علل خصوص در شبهای قدر که 21 یا 23 یا 25 یا 27 هست، مانند عبادت یک عمره یک نفر صالح است. یعنی یک انسان صالحی که 80 سال 84 سال شب و روز عبادت کرد، با یک شبه عبادت خالصانه انشاءالله من و شما میتوانیم به دست بیاوریم. اولا چه خیلی گفتیم پیامبر صلی الله علیه و سلم در دهه آخر خیلی کم خواب میکردن، همون گونه که پیشتر در 20 روز اول گاه خواب و گاه بیداری بود، در دهه نبود. حدیث در مسند امام احمد است. ما هم باید در این دهه آخر حتی میتوانیم شبها را بیدار خوابی کنیم، شبها را با عبادت گذرانیم، با دعا گذرانیم، چه ختم قرآن یا خواندن قرآن باشد، چه دعا کردن و دست برداشتن به سوی پروردگار باشد، چی با سجده کردن و نمازهای نافله و تهجد باشد، باید شبها را با عبادت پروردگار سپری کنیم. دوما پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی بجز همسران خود، فرزند خود حضرت فاطمه که همسردار بودن، یعنی دختر شوهردار خود را هم برای نماز خواندن بیدار میکردن. افلا تقومانی فتسلیانی، لفظ حدیث است که پیامبر صلی الله علیه و سلم به نزد خانه آنها رفته میگفتند مگر شما از جای خود بیدار شده نماز نمیخوانید؟ یعنی به دختر و به داماد خود کجا رسد به اهل بیت خانواده. پس برابر خودمان عبادت کردن، نزدیکان خود را، فرزندان خود را، خواهر و برادر خود را هم باید تشویق کنیم. قو انفسکم و اهلیکم نارا، میگوید الله هم خودتان هم اهلتان را از آتش جهنم نجات دهید، از آتش دوزخ نجات دهید. و جز خود باید خویش و تبار خود را هم تشویق کنیم که این شبها را غنیمت دارید، این شبها را پشت اکران تلفن و صحبت های چیگپ و واتساپ و تلگرام نه، این شبها را با صحبت کردن با پروردگار سپری کنید و با عبادت های خالصانه با پروردگار سپری کنید. چیزی دیگری که در این شب در دهه آخر است، حضرت عایشه میگن پیامبر صلی الله علیه و سلم تقریبا افطار و سحورشون را یک جایه میکردن. یعنی افطار نکرده سحرخوری میکردن. و بعضی از علما میگن از اینکه در وقت افطار کردن انسان وقتی خیلی زیاد خوراک میخورد، عبادت درست کردن نمیتواند، خوراک زیاد جسم را تنبل میکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم هم برای تنبل نشدن جسم، یا گفتیم
برای تاثیر بد نرسانیدن خوراک پیامبر تقریبا افطار و سحور یا سحرخوری رو یک جایه میکردن و این هم یک مشکلی اکثریت مسلمان ها هست که ماه رمضان رو ماه گرسنگی و گویا ماه خوردن برای خود انتخاب میکنند و اینقدر در افطار خوراک میخورند که دیگر نه میتوانند نماز تهجد خوانند، نه میتوانند نماز تراویح خوانند و عموما برای هضم کردن آن خوردن خوراکی افطارشان دیگر تا سحر اذیت میکشند و سبحان الله پیامبر صلی الله علیه و سلم تقریبا در این دهه اخیر برای چقان یا گفتیم نشاط بدن افطار کردن را برای سحرخوری دیرتر میکردن و این چونین بین شام و بین خفتن غسل میکردن. یعنی غسل گرفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم از این سنت یعنی بعضی از صحابه و بعضی از علما هم انجام میدادن، علل خصوص در شبهای توقی رمضان که امشب هم یکی از شبهای اولین آن است و پروردگار عبادت خالصانش را به من و شما نصیب کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم بین شام و بین خفتن در دهه اخیر، حدیث در ابن ابی عاصم آمده است، میگن یا روایت ابن ابی عاصم است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در دهه اخیر بین شام و بین خفتن غسل میگرفتن و بعضی از صحابه های هم این سنت رو انجام میدادن، آن هم برای هوشیار شدن یا گفتیم جسم خود را برای عبادت آماده کردن. جسم خود را برای عبادت آماده کردن، یعنی از وقت شام الکی پیامبر صلی الله علیه و سلم برای چگونه سپری کردن این شب‌های مبارک آمادگی خود را می گرفتند که از کم خوردن و از غسل کردن می باشد و این چونین خیلی گفتم این شاید سنت های فراموش شده ما باشد که به بهانه مهمانی و روزه‌گشایان و چیز دیگر کجا رسد به کم خوردن و غسل گرفتن بین شام و خفتن ما حتی بعضا نماز تهجد رو هم یا نماز تراویح رو هم ترک میکنیم و از سنت های و عمل هایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم و حتی همسران پیامبر بعد از مرگ پیامبر هم انجام میدادن اعتکاف این دهه اخیر بود. یعنی در این دهه اخیر در مسجد شب را روز میکردن، روز را شب، یعنی کاملا زندگی خود را به مسجد میکشانیدن، یعنی اعتکاف نشستن و تمامی کارهای دنیا را در این 10 روز ترک میکردن، تماما از مسجد نبرآمده فقط عبادت میکردن. البته وقتی اعتکاف خوردن و صحبتهای مباح کردن اون هم اما به طرز اینه که طول روز در اعتکاف صحبت کنین، صحبت های مهمی یا در کاری کردن و خواب رفتن اینها همش در داخل مسجد جایز است. یعنی زندگی خود را به مسجد میکوچانیدن که حتی همسران پیامبر، زنهای پیامبر هم بعد از مرگ پیامبر اعتکاف را ترک نکردن، علل خصوص دهه اخیر رمضان که در این دهه شبهای قدر است و پیامبر میگن هر کسی که از ثواب دهه اخیر محروم است او دیگر محروم است، او دیگر محروم است. یعنی دیگر کی او از ثواب بهره مند می شود الله اعلم. تو وقتی که خود را از اجر و ثواب گرفتن و عبادت کردن شبهای قدر محروم کردی یا شبهای قدر گذشت و تو بیخبر هستی، تو دیگر تمام عمر بیخبر هستی یا تمام سال تا شب قدر دیگر بیخبر هستی. پس الان امروز من و شما در دهه آخر هستیم، در شب و روزهایی که پیامبر با عبادت و چه خیلی گفتم ترک دنیا کرده بودن. الان به اکثریت مهاجران ترک دنیا کردن، آنهایی که علل خصوص در کار و زندگی یا گفتیم طلب رزق هستند خیلی مشکل است، ولی ما چیزهای عادی رو حداقل باید ترک کنیم که اول شده تلفن های دستی امان هست، تماشا کردن گپ های بیهوده و رولک های بیهوده هست و این چونین صحبت کردن با این و آن که تماما معنا ندارد است. یعنی اعتکاف گیریم حداقل از چیزهای بیهوده که تماشا میکنیم یا گوش میکنیم یا میگوییم. ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم، اصحاب پیامبر، چه خیلی گفتم حتی همسران پیامبر مسجد رو ترک نمیکردن در دهه آخر و از اینکه اعتکاف داشتن، شبهای پر از عبادت و پر از دعا داشتن، میبینید که چقدر ایمان قوی هم داشتن و در زمان خود برابری بزرگترین دو دولت که دنیا را تقسیم کرده بود، یکی روم اروپای امروزه، یکی فارس دولت های فارسی یا گفتیم
همزبانی ما مثل ایران و خراسان و سمرقند و بخارا و این دولت ها با هر دو این دولت بجنگیدند و کامیاب هم شدند. یعنی قوت ایمان و عبادت های خالصانه به انسان شجاعت می بخشد، به انسان یقین می بخشد، انسان را وادار می کند که چقدر تو قوی هستی وقتی پروردگار با این قوت و قویگی داری. و ما هم عزیزان این ضعف و این بیچارگی که داریم شاید از ضعیفی عبادت هایمان هست. شاید ما در عبادت های خود اینقدر مقصر هستیم، کوتاهی داریم که شجاعت و عمل های ما هم خیلی کوتاه و خیلی با تقصیر هستند، یعنی با نقصان هستند. و ما برابری اروپا و برابری فارس و روم یک طرف استاد، برابری یک انسانی که از ما چقدر پایان تر است، برابری او هم حتی نه حقیقت رو گفته می توانیم و نه یگان برابری او یگان ضدیت یا گفتیم یگان از خود دفاع نشان داده می توانیم. این صحابه های پیامبر بودند، همسران پیامبر بودند که این شب و این روزها را با عبادت یگانه پروردگار یا با عبادت خالصانه با پروردگار یگانه سپری می کردند و پروردگار هم برای آنها ایمان و شجاعت را عطا می کرد. پس این روزها یا این شب‌هایی که خیلی کم مانده است، خیلی گفتم مهمانی دیروز آمده ای ما رمضان دیگر ما را کم کم ویدا میکند تا سال آینده، تا آمدن رمضان دیگر باید این روزها رو غنیمت داریم، محروم نشویم از عبادت‌هایش، محروم نشویم از دعاها. علل خصوص شب‌های قدر که شب‌های توقع هست، پیامبر صلی الله علیه و سلم دعایی که به حضرت عایشه یاد داده بودند چندین بار هم تکرار کردیم که دعا سبحان الله اگر نگاه کنید پیامبر میگویند بگو اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، پروردگارا تو عفو هستی، یعنی تو بخشنده هستی، تو بخشیدن رو دوست می‌داری، مرا ببخش. این همه عبادت پس چرا بخشش؟ آره بعضا سوال می شود تو تمام شبها رو عبادت میکنی، روزها روزدار هستی، تمام خواسته های هم شهوانی هم معده اون رو ترک کردی، باز چرا از الله بخشش میپرسی؟ معنیش چی است؟ یعنی تو انسان هر چی عبادت کنی هم مغرور نشو، باز از الله بخشش طلب کن، باز از الله طلب آمرزش، طلب عفو طلب کن. و پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت عایشه گفتند تو ای عایشه در این شبها به الله بگو که تو بخشنده وی و بخشندگی را دوست می‌داری و ما را ببخش. یعنی از الله طلب بخشش کن که بخشش پرسیدن از الله این خاکساری ما هست، این مغرور و تکبر نکردن با عبادت های خود می باشد. چیزی دیگر عزیزان که در این دهه حتما باید انجام دهیم بخشیدن هم دیگر، دور کردن کینه و حسد و بدبینی ها از قلب است. چگونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند وقتی عبادت ها روزهای پنجشنبه یا گفتیم در یک سال یک بار به نزد پروردگار برآورده می شود، الله مسلمان ها را می بخشد به جز آنهایی که با هم قهری هستند. در شبهای قدر که ما طلب عفو و بخشش می پرسیم حتما باید خودمان هم آنهایی که در حق ما دانسته و ندانسته بدی کردن و ما می توانیم از آنها قصاص گیریم، ما می توانیم آنها را جزا دهیم، باید آنها را ببخشیم تا که بخشیده شویم چون الله بخشندگان را دوست می دارد. و الله می گوید فاعفوا واصفحوا الا تحبون ان یغفر الله لكم، یک دیگر را ببخشید، فراموش کنید خطاگی های هم دیگر را، مگر دوست نمی دارید که الله شما را ببخشد. پس این دهه آخر عبادت هایی که میکنیم، یعنی چگونه که در وقت عبادت باید انسان با ستر عورت کامل، با لباس تازه، با بدن تازه از نجاست در پیشگاه پروردگار بایستد، این چنین قلب خود را هم باید تازه کند. قلب هایی که پر از بدبینی هستند، پر از حسادت هستند، پر از آرزوی قصاص گرفتن و غلطیدن دیگران هستند، آنها قلب های چرکین هستند، قلب هایی هستند که طهارت ندارند و در پیشگاه پروردگار هیچ قدر ندارند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند الله به لباس های شما نگاه نمی کند، به چهره های شما نگاه نمی کند، الله به قلب های شما نگاه می کند. همان گونه که
با لباس تازه و با بدن تازه و طهارت رو بر روی قبله می استیم، عزیزان باید قلب های خود را هم پاکیزه کنیم و پاکیزه کردن قلب، پاکیزه کردن از حسادت، از بدبینی، از انتظار شدن لغزیدن قدم دیگران و شرمنده شدن دیگران است. قلب های خود رو هم باید با طهارت به نزد پروردگار حضور آریم یا بیاوریم تا که عبادت های ما قبول می شوند، چون عبادت یگانه با زبان و با بدن نه، با قلبم هست. عبادت های قلبی وقتی قلب طهارت ندارد اصلا قبول نیست. پروردگار چه خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اولا به قلب شما نگاه میکند. پس این شبها شبهای عبادت است، شبهای دعا هست. بعضی از علما میگویند حتی از نمازهایی که عموما دعا ندارند فقط دعا بهتر است، یعنی برابر هر یک دو رکعتی که میخوانید دعا کنید، محتاجی خود را به پروردگار ببرید و این چنین در دعا درباره این امتی که خصوصا مردم تاجیکستانی که امروز به این احوال رسیدیم، همه پراکنده در هر گوشه و کنار دنیا، هیچ نه هدف داریم، نه نیت داریم، نه حرکت داریم، نه برای خود، نه برای دین الله، نه برای جامعه. پروردگار سرجم کند هم امت اسلام را، هم من و شما را، تا که همون قوتی که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابگان داشته بودند، چه خیلی گفتم حتی روم و فارس به لرزه در آمده بود، حداقل منافقان اطراف رو ما به لرزه در آوریم و این ترسانچکی و این حالت ضعفی که امروز مسلمان ها چه در غزه دارند، مقصدی من حالت ضعف و بیچارگی، چه در دیگر کشورهای افریقا و دیگر مملکت ها دارند، پروردگار این ضعف آنها را به قوت تبدیل دهد و امت اسلام باز هم قوی گردد و باز هم پرچم لا اله الا الله در بالای سر مسلمان ها باشد و کوبنده منافقین باشد و این شبهایی که من و شما داریم با عبادت خالصانه به پروردگار سپری شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کسی که ماه رمضان را با ایمان به الله و با نیت اجر گرفتن سپری میکند، گناههای او بخشیده می شود و این چنین شبهای قدر را هم وقتی با ایمان به پروردگار و با عبادتهای خالصانه و طلب اجر یگانه از پروردگار سپری میکند، گناههای او بخشیده می شود. الها از جمله اتقا و من النار، یعنی نجات یافتگان از آتش دوزخ من و شما باشیم و عبادت‌های انجام داده باشیم که خالصانه برای الله باشد، به یگان ریا و به یگان خودنمایی. این بود صحبت کوتاه من همراه شما. استودعکم الله الذی لا تضیع ودائعه. شما را به الله می سپارم که اصلا به امانت‌هایش خیانت نمی کند و در پناه الله یگانه باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.